саломат бошен духтарҷон. Бале, ман ҳамаи гуфтагиҳои шуморо 100% ҳамин доруҳое ки нависен ҳамаша гирифтам. Ана ҳамун гуфтаҳоятонро 100% кардастем. Иншолло умедворем. Мегӯянд ку шайтон ноумедай, банда ба умедай. Худо розӣ бошад иншолло. Бале, одамо 100% гапи шумо ҳақqa. Иншолло мо чӣ ба ноумедӣ мекунем? худованд розӣ бошад иншолло мо ҳам соҳиби фарзанд мешем. мо ҳам хушбахт мешем. албатта. шид ҳамин чӣ чизе ки нофаҳмо шидак ман ҳатман бо шуморо занг мезанам мепурсам. хоб духтарҷон. иншолло ки ҳам соҳиби як фарзанд шем. бо зиндагӣ ранги дигар мегирад. худовандо ман ҳеҷ вақт ноумед нестам. умедворам ки иншолло ман фарзанддор мешам. ای بچه تمام جدا میشی. گفتم جدا میشی. فهمیدی؟ 3 ساله که این زنی تو تولد نمیکنه. الکای باید زنی تو 2 تا 3 تا فرزند میکرد. ما باید این چقدر الکای نبیره ها ما گرفته در کوچه ها میگشتم. باید ما الکای گوهرای نبیره ها ما میجنبوندم. یکی این زنی تو تولد نکرد. ما از دست زنی تو پیش همسایه ها رفتن نمیتونم. خانه خیش تباره رفتن نمیتونم. هر روز میپرسن کلینو تولد کرد. سر میتی. گفتم سر میتی. فهمیدی؟ اوچا جان جانم شوین. صبر کردن در کار. آدم‌ها 10 سال 15 سال فرزنددار نمیشوند. یکی از خداوند ناامید نمیشوند. امیدوارن که یک روز نه یک روز خداوند فرزنددارشون بکنه. فرزنددار هم میشوند اوچا. میدونین اوچا؟ به خاطر گپی مردم، به خاطر سخنی مردم باید ما اویلمون پراکنده کنیم اوچا جان. من دختر رفتم اوچا جان. حرکت کردم، مهنت کردم. انشالله که من خداوند امید نیستم. امیدوارم که یک روز نه یک روز خداوند ما را هم صاحب فرزند میکنه. اوچا جان شما خودتون ناز میدونید که زنی من بهترین دختره. ای سخنتون نمیبروید، داروتون نگاه نمیکنه اوچا جان. چی چیزی که میگن 100% گوشتون میکنه اوچا. خیر که خداوند نداده است من تو همین روزا انشالله که یک روز نه یک روز حتما ما را صاحب فرزند میشیم اوچا. ما اگر به خاطر سخن مردم، به خاطر خواهش مردم، به خاطر گپی همسایه کنیم اوچا مجبوریم که بدبخت بشیم اوچا. بازی اگر ما زن ما بیرون ایدار کنیم اوچا جان با میدونی همسایه گپشونه میآوند. با میگن که انای بدبخت، انای نامرد، انای ناکس صبر نکرد، طاقت نکرد، از زنش جدا شد. همسایه مردم اوچا جان غیبت میکردگیش، خانه ویران میکردگیش در تمام حالت گپ میآوه گپ میزنه. به همین خاطر با گپی مردم کردن در کار نیستیم اوچا. ما ای خدا امید داریم. سر میتی. گفتم سر میتی. فهمیدی؟ زنک جان. مردک. زنک. با برای چی خیلی تابت خیره؟ مردک. شاید موچتان راست میگویند. ما این سال زندگی داریم. صاحب فرزند نمیشویم. موچتان هم آرزوی هوس دارند. شاید ما جدا شویم همش خوب شویم. شما زن میگیرین صاحب فرزند میشوید. زنک من دهیم بار دیگه از زبانی توی گپ نشنوم. میدونی ما و تو یکدیگر را دوست داشتیم. ما و تو یکدیگر را فهمیدیم، سنجیدیم. 2-3 سال ما یکدیگر را انتظار شدیم. به هزاران امید، به هزاران آرزو ما و تو توی کردیم. خوشبختانه امروز ما و تو خوشبختیم. زندگی خوب داریم، زندگی آسوده داریم، همدیگر فهمی داریم. زنک جانی ما این خوشبختی فقط در فرزنددار شدن نیست. میفهمی؟
بسیار اویله‌هایی که 4-5 تا فرزند دارند یکی در او همدیگر فهمی نیست، یکدیگر را درک کردن نیست. میفهمی؟ زنک یک چیز را فراموش نکرد. اگر خداوند ما او تو را لایق فرزنددار شدن ندانسته باشم، نیکی ما ایت دست نمیکشم. ما زنی سرمیدودگی ندارم. ما با بدنت افتخار دارم، با بدنت شکرانه میکنم. فهمیدی؟ زنک ما کمتر کار دارم. اگر خوراکه که با لذت تیار کرد، من میرم کارم میبینم، میام خوراکت تیار باشم. فهمیدی؟ مایلش مردک مای. اومدین خاله جان. ها خالاجان آمد. کی فرزند تولد میکنی؟ این کار و باری تو در نظر من نمیتوه وقتی فرزند نداری. کی فرزند تولد میکنی؟ اینا دختری من بعد تو 1 سال پس تو توی شد. اینا امروز پگه من صاحبی نویره میشم خدا با شکر. نبیره چه میکنه خدا با شکر. اتو چی؟ تو پولی افتگی فقط دارو و کال. تو نمیتونی فرزند تولد کرده فهمیدی؟ نمیتونی. برای من فرزند در کارای. با مغزی برو رو. من بچه ما زن میتیم برو. خاله. برو بیا. آخه خاله جان. خاله جان نگو بیا برو با مغزی برو. من نمیخوام گنده کردم برو. آخه خاله. برو منو مجبور نکو به گندگی برو. خوش آمدی برو مجبور نکو که منو شد نیست. خوش آمدی. آخه من کجا میرم خاله؟ خاله جان نه پوش پاچوتا. پوش. آخه خاله من کجا میرم؟ پوش برو کجایی که میری رفت. 4 طرف قبله. خوش آمدی. آخه خاله جان. خدا با شکر ایه بلا خلاص شدم. زنک؟ او زنک جان. زنک؟ بچه جان؟ آمدی بچم؟ چی حال داری بچه جان؟ این زنی ما کجا دارم بچه؟ شین من زن ما گفتم که اگر خوراک تیار کنم کم ترک کار دارم میرم کارم میبینم گشتم میام که به حد دوست ندارم بچه. زنی تو رفت؟ نفهمیدم بچه. زنی من رفت؟ کجا رفت بچه؟ گفت که من تولد کردن نمیتونم. ما هودای فرزند تولد کنی نمیبرم. ما یا نودایم. من نمیخوام زندگی کردن. دود زد برومد مو رفت. نمیتونم. خونه شو رفت کجا رفت من نمیدونم. برومد مو رفت. بچه جان زنی ما هیچ وقت قدمش به اجازت ما بیرون ایدر نمیمونه بچه. تا امروز زنی ما به اجازت ما بچه یک پیاله را ایجا در اینجا موندگی نیسته. فهمیدین بچه جان؟ من 100% مطمئنم که اینجا دیگه گپه بچه. ها؟ نه رفت. زنی ما بچه چه خیلی به اساس میبرویا میروه. چه خیلی به یگان چی؟ به یگان گپ بپرسی شما چه خیلی میبرویا میروه بچه. این گپ شما در یگان جا توغری نمیگیره بچه. چه خیلی زنی ما مرا نپرسیده میبرویا میروه. زخ نشه بچم. یا زنی میتیم تا که می سری سال تولد میکنه. هیچ زخ نشه. فهمیدی؟ بچه جان ما در یگان زن لازم نیست. ما همین زنی خودم میخواهم. ما خوشبختی ما قطعی همین زنی خودم میبینیم بچه. در زندگی در برم بدن زنی خودم میخواهم بچه. میفهمین؟ ما در عموما یگان کس لازم نیست بچه. اگر خداوند ما را از نصیب فرزنددار شدن کنه
لایقی فرزندار بدم بدون اوچا من هزاران بار شکرانه میکنم اگر ما فرزندارم که نشیم اوچا من قطعی زنم خوشبختم من خوشبختی من دربر انمو زنم میبینم من یک سال دوست داشتم نازیدم به هزاران آرزو اوچا جان توی کردیم گرفتیم یا دیگره فقط همی که خداوند ما را فرزندار نکردیسته نه که من امیدوارم اوچا جانی من در نام تون جانم هیچ وقت در زندگی کاری نکنه که به غضب خداوند گرفتار بشه به غضب خداوند که گرفتار شدی اوچا دیگه در اون وقت همه چی دیر می شود دخترم تینجیه؟ اوچا جون برجان تینجه گریه کردیسته چی گپ شد؟ گپ زاخی چی گپه برای چی گریه داری؟ کودک ما غلطوندم رشته منو پیش کردم شوهرم باشه جواب نداد کی فرزند تولد میکنی؟ ها؟ اینه دختر من بعد تو یک سال پس تو توی شد اینه امروز پیام صاحبی نبیره میشم خدا بشکر نبیره چه میکنه خدا بشکر اتو چی؟ نبای اوچا جان رجبالی بچم تیز رو کلین مگیر بیار قبول اوچا اسراف فقط حتما من زن سرمایه‌داری ندارم من به بدن افتخار Филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.